ولاگ نگرش میدارم پیشرفتمو ببینیم. او چه میکنه این بازیکن؟ بس به چند خونمه. اوف چه حرفه‌ای. فرض کن یه بچه کوچیک 5 6 7 سالشه، اوکی، داره زبون خودش یاد میگیره از پدر مادرش، داره فارسی یاد میگیره، حالا همه چی جدید براش. یه بار یه عمو یه دایی توی مهمونی یه کار اشتباه میکنن، یه فش میدن جلوی بچه. حالا یه کلمه جدید رو من تو گوشش جاکش چسبید بش. مازه باشه نری مدرسه بگی جاکش، این کلمه خیلی بده، این فش خیلی بده، نگی جاکش ها، مازه باش. من همین جوری هستم کسکشا. من دارم 1 سال رو اینترنت فارسی یاد میگیرم از شما و یه چند تا ایرانی بیادب اومدن کلن زندگی من خراب کردن با این فوش دادن. نمیدونستم مثل فاکن معتاد میچسبه تو مغزم دیگه. تو آمریکا فوش نداریم، ببخشید. فوشامون عین غذامون هست، همبرگر، پیتزا، هات داگ. فاک شت بچ، همینه که داریم. اگر شما فکر میکنید ما جاکش داریم، اصلا نمیشه ترنسلیت کرد. مادر بخطا برو گم شو دیگه. مادر خواهرتو گاییدم کسکشای کس مشکی، برو گم شو دیگه. فکر بذار کرمم بریزم، بذار خوشحال باشم، همه چی جدید برام. خسته بشم ازش نمیدونم یا نه. منو ول کن دیگه لطفاً. انگار تو بازی حالا یعنی ببخشید حالا یعنی ما اینجا گیر کردیم. آقا تو جبل ایفا میتونم منو بخورم؟ آره میشه؟ میخوای؟ آره نشون بده. اول خیس کن خشکه، چون خشکی درد میگیره. خب یه لحظه نشون بده. خجالتی میخوام. نه خجالت نکش. چرا خجالت بکشی؟ سلام داش. اللهم نید گناهم. اوه عجب بیدایی.